Ladies and gentlemen, let us welcome of teams Palestine and DPR Korea. خانم و جنابان، بیایید دسته های فلسطین و جمهوری خلقی دموکراتیک کره را پیشواز می‌گیریم. روز بخیر بیننده های عزیز، تماشابینان گرامی قدر، مخلصان و علاقمندان فوتبال. رقابت های مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان منتخب های زنانه در گروه H که میزبانی وخوری های این گروه را کشور تاجیکستان بر ذمه دارد با مرام ادامه دارند و امروز قرار است که رقابت های دور دوم این گروه برگزار گردند. ورزشگاه مرکزی جمهوری عربی شهر دوشنبه از نیروسنجی منتخب های بانوانی فلسطین و کره شمالی میزبانی خواهد کرد. خب به طور عنعنوی قبل از آغاز رقابت سرودهای ملی هر دو کشور صدا می‌دهد. ما نیز ابتدا گوش می‌دهیم و بعداً گزارش مستقیم خود را ادامه خواهیم داد. And now, the national anthem of DPR Korea. اکنون سرود ملی جمهوری خلقی دموکراتیک کره صدا می‌دهد. خوب بیننده های عزیز، فلسطین و کره شمالی رقابت دوری دوم گروه H در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 قطعه آسیا و امروز بانوان فلسطین را یک رقابت بسیار هم سخت و سنگین انتظار خواهد بود، چون که آنها در مقابل یکی از تیم های قوی قاره آسیا کره شمالی مبارزه خواهند برد. در دور اول فلسطین امکانی به نهایت خوب داشت که امتیاز به دست آورد، ولی در یک رقابت سخت و سنگین با نتیجه مینیمالی 1-0 از مالایزیا دچار باخت گردیدند و امتیاز از دست دادند و برعکس این کره شمالی مرحله انتخابی را خیلی خوب آغاز کرد. آنها در یک دیدار نهایت سرگل با حساب بزرگ 10-0 مقابل میزبانی این مسابقه
انیقترش میزبانی رقابت‌های مرحله انتخابی جام آسیا در گروه H تاجیکستان با حساب 10-0 توانستند که به پیروزی شرفیاب گردند. خب بانوان فلسطین در رقابت امروزه با پیراهن‌های رنگش سیاه و سفید رقابت میکنند و حریف آنها کره شمالی باشد با پیراهن‌های رنگش سفید میدانداری خواهد کرد. گروه داوران نیز برای ما پیشنهاد می‌گردد. رقابت امروزه را گروه داوران از همسایه کشور ازبکستان حکمی خواهند کرد. به حیث داور مرکز روزیه بانو یوسوپووا تعیین گردیده است. از کنارها با او سریدا کریستینا و کریستینا برسنیووا کمک خواهند کرد. داور چهارم باشد این گلشوده سیدقلووا به حساب می رود. بعدا کمیسر این رقابت از شاهیگری اردن دینا سلمه می باشد. اکنون هیئت بازیگران کره شمالی و فلسطین نیز به ما نشان داده می شود. تبریه می بینیم در قیاس به واخوری های دور اول در هیئت هر دو دسته کاملا یگان تغییرات دیده نمی شود. البته امروز انتظار می رفت که بعد رقابت بر مقابل مالایزیا سرمربی یکچین بانوان فلسطین احمد شرف در هیئتش دیگرگونی ها را به میان می آورد، چون که در بازی دور اول حمله‌وران یکچین فلسطین خیلی بد بازی کرده بودند. حتی اونجا یک پنالتی نیز به نفع بازیگران فلسطین به میان آمده بود در نیمه اول، ولی نیم همتگر دیما الرومهی نتوانست که آن را به گل تبدیل بدهد و در دقیقه های آخر نیروسنجی همون یگانه گلی بازیگری مالایزیا باعث بران شد که فلسطین در بازی اولی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 به شکست روبرو گردد. آخرین کارهای تدارکاتی قبل از شروع این رقابت انجام داده می شود. بار دیگر یادآور می شوم که وخوری منتخب های فلسطین و کره شمالی در دایره نیروسنجی های دوره دوم مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه H صورت گرفته ایستادند. این هم سرمربی یکچین بانوان کره شمالی می باشد ریسانگ ها که سر سال 2024 این جانب این منتخب رو در مسابقه های سطح بین المللی راهنمایی کرده ایستاده است و می توانیم بگوییم که دوام چند رقابتی آخری خش کره شمالی زیر رهبری ریسانگ ها نتیجه های خوبی رو به قید گرفته است. اکنون همه چیز برای آغاز این رقابت آماده است. 3-2-1 و از مرکز میدان بانوان فلسطینی توپ را به بازی وارد نمودند. به طور عنعنوی در آغاز رقابت به هیئت‌های هر دو تیم توجه خواهیم کرد. امروز فلسطین میزبان نمینالی این رقابت دانسته می شود. در خط دروازه رقم 23 شارلوت فیلیپس بازی دارد. فوتبال بازان این دسته رقم 3 سرکارت 4 سیرین گاتاس که همزمان کپیتانی دسته نیز دانسته می شود. رقم 7 دینا عبدین 9 ناومی فیلیپس 10 نور یوسف 12 دالیا اسد حلیم 13 میرال قسیس 17 ندین محمد 19 دیما الرومهی و فوتبال بازی شماره 21 رینا اوسوریو و سرمربی منتخبی بانوان فلسطین این احمد شرف از خودی همین کشور می باشد. همکنون هیئت دسته کره شمالی در رقابت امروزه به طور ذیل است. در خط دروازه رقم 1 پاک جومی هنرنمایی میکند. فوتبال بازان این دسته رقم 2 ری میانگوم 5 ان کوک هیانگ 7 میانگ یو جانگ 10 ری هک 11 هن جین هانگ 12 هانگ سانگ 14 ونگ یو یانگ 17 کیم کیانگ یان 20 چای اون یانگ و بازیگر شماره 23 ری یگ یانگ. سرمربی یکچین بانوان کره شمالی این ری سانگ ها دانسته می شود. شرح این رقابت باشد من دولت خطیب زاده هستم. وضعیت استانداردی و نفی بازیگران کره شمالی بود که بعد سدگذاری از جانب دفاعگران فلسطین توپ از میدان بیرون گردید و این هم نخستین ضربه کنجی برای بانوان کره شمالی به حساب خواهد رفت. فعلا در گروه H کره شمالی صدرنشین است. آنها
با همراهی مالایزیا برابر 3 امتیازی دارند. ولی از لحاظ تناسب توپ‌ها کره شمالی زینه اول را صاحب است. اندک نافهمی در داخل جریمه‌گاه فلسطین به میان آمد و داور ازبک به بازیگران هر دو دسته آگاهی شفاهی داد. با بازیگذاری از این فرصت بانوان کوریایی میخواند که استفاده برند. ترکیب برای بسیار هم خوب ارسال توپ نیز انجام داده شد و رسش توپ به دست فوتبالباز فلسطینی بود یا اینکه نه. در کوشش اول چندان معلوم نبود و اینجا مبارزه برای به دست آوردن توپ، ارسال نوبتی و دفاعگران فلسطینی در ابتدای رقابت هجوم‌های پیوسته حریف را برطرف نموده ایستادند. امروز کره شمالی به حیث دسته اول در میدان بازی خواهد کرد. کوشش نوبتی فوتبالبازان این دسته توسط کنار راست میدان هجوم کوریایی ها ادامه خواهد کرد، ولی میرال قسیس بعد یک پایغچ هجوم حریف را برطرف نمود. فرصت نوبتی با ضربه هم اجرا کرده شد. بلندتر از تیر دروازه ضربه زده هانگ سانگ آک بازیگر شماره 12 از میدان بیرون شد. ببینید که تا به آخر هر یک بازیگر کوریایی تلاش میکند و آنها در داخل جریمه‌گاه حریف فرصت پیدا میکنند که جانبی دروازه ضربه بزنند. در مرز میدان یک فوتبالباز از هیئت منتخب فلسطین آسیب گرفته است. باید بگویم که در رقابت بر مقابل مالایزیا نیز پیوسته از هیئت هر دو دسته، یعنی هم از هیئت یکچین فلسطین هم از مالایزیا بازیگران پیوسته آسیب می‌گرفتند. عیناً تکراری همان صحنه ها را ما در رقابت امروزه دیده ایستادیم. در مرکز میدان قاعده بازی ویران گردید. سروان فلسطینی ها سرنگتاس ضمن مبارزه برای به دست آوردن توپ مجبور شد که به قاعده ویران کنی دست بزند و انجین هانگ بازیگری شماره 11 کره شمالی رو از پای افتاد. ارسال دیاگونالی توپ به کنار راست میدان، پاس درست و دقیق و اینجا دفاعگر کناری یکچین فلسطین موفق گردید که هجوم رقیب رو برطرف نماید. اگر به همین شکل هنرنمایی بازیگران کره شمالی ادامه یابد، پس در فرصت نزدیک آنها به زدن گل موفق خواهند شد. دالیا اسد حلیم تک و تنها در خط حمله خواست که هجوم دستش را ادامه بدهد، ولی موفق نگردید. در رقابت بر مقابل تاجیکستان فوتبالبازان کره شمالی تنها در نیمه اول با زدن 8 گل دست یافتند. در نیمه دوم نیز امکانات بود برای بیشتر کردن حساب، ولی در قسم دوم موفق گردیدند که تنها 2 مرتبه خط دروازه ما را رخنه کنند و در عموم آن واقعی با حساب 10-0 ختم شده بود. اینجا مجبور می شود که دفاعگر یکچین فلسطین توپ را زده از میدان بیرون کند، چون که دیگر یگان راه نبود. البته از گروه H که در همین گروه منتخب‌های فلسطین، کره شمالی، مالایزیا و تاجیکستان شامل هستند، فاوریت اساسی از کره شمالی دانسته می شود. برای به دست آوردن یگانه راه خط به قسم نهایی جام آسیا. دیگر باره ضربه کنجی به میان می آید. این نوبت از کنار مقابل. بیاید به این وضعیت توجه میکنیم. در نزد توپ با فوتبال بازی شماره 11 هان جین هانگ قرار میگیرد. دیگر باره با بازیگذاری از ضربه کنجی توپ رو با بازی وارد نمودند که البته
با این شیوه هنرنمایی کردن برای آنها نتیجه چندان خوبی رو به بار نآورده است. تلاش نوبتی بازیگران کره شمالی، ترکیب آرایی بسیار هم خوب، فرصت هست و این ضربه اندکی بلندتر اجرا گردید. داور کنوری اشاره میکند که علاقه توپ آن همون خطی معین شده رو عبور کرده است. در این وضعیت فوتبال بازی شماره 7 میانگ جو یونگ ارسال توپ رو انجام داد، هرچند ارسالی انجام داده او اندکی به ضربه نیز شباهت داشت، ولی همدستش برای در میدان نگاه داشتن توپ تلاش کرد ولی به نتیجه دلخواه دست یافتن نتوانست. دیگر باره در مرکز میدان توپ را با بازیگران کره شمالی بود که بعدا داور مرکز ویران شدن قاعده بازی را به اعتبار گرفت. منتخب بانوان کره شمالی یکی از تیم‌های قوی در قاره آسیا به حساب می‌رود. آنها توانستند که در تاریخ موجودیت خویش 3 دفعه در قهرمانی آسیا پیروز شوند. مراتب اول سال 2001 نشان‌های زرین را به گردن آویختند. مراتب دوم سال 2003 از قهرمانی خویش دفاع نمودند. اینجا هجوم کره شمالی و شارلوت فیلیپس دروازه‌بان فلسطینی پیش دستی کرد و توپ را به نظارت خویش گرفت. دم به دم فوتبال بازان کره شمالی در نزد دروازه حریف امکانات گلزنی را به میان می‌آورند، ولی کسی پیدا نمی شود که همون هجوم را به نقطه نهایی رساند، یعنی توپ را به دروازه وارد کند. اوت با فایده بازیگران کره شمالی بود و زود توپ را به بازی وارد کردند. امکانیت نوبتی برای بازیگران کره شمالی بود که به نتیجه جنبست گردید. بازیگران فلسطینی پرره عقب نشینی میکنند و کوشش میکنند که همون هجوم های پای همی رقیب رو برطرف کنند. ببینید که 3 نفر از فوتبال بازان کره شمالی در نیمه اولی میدان فلسطین بدون سراسیمگی و بدون مشکلی به همدیگر پاس های کوتاه و میانه انجام داده توپ را در نظارت خویش نگاه می‌دارند. حالت نابازی نیز نبود و در آخرین وضعیت دفاعگر حریف توپ را زده از میدان بیرون کرد. در مورد دستاوردهای منتخب زنانه کره شمالی حرف می‌زدیم. طوری گفتیم آنها 3 مرتبه در قهرمانی آسیا پیروز شدند. مرتبه اول سال 2001 بود، بعدا سال 2003 نیز عنوان قهرمانی را به دست آوردند. بعدا سال 2008 مرتبه سوم بازیگران این منتخب به گرفتن جام آسیا شرفیاب گردیدند. در برابر 3 مرتبه قهرمان شدند در جام آسیا، اینچنین 3 دفعه دیگر در فینال مغلوب شدند در سالهای 1993 1997 و 2010. کل فوتبال بازان کره شمالی در نیمه میدانی حریف هستند. ارسال توپ به خط حمله، فرصت نوبتی را جویا خواهند شد و اینجا طوری دیدیم ریحک امکانیت ضربه زنی رو به همدستش واگذاشت، ولی همدستش موفق نگردید که به توپ برسه.
دينا جيبي. يلا اوكي يلا. فعلا موفقی منتخب بانوان کره شمالی نیز در ریتینگ فیفا داليا خیلی خوب ارزیابی می‌گردد. آنها با دریافت 1944 و 123 امتیاز مقام نهم رو دينا تعالي عليها کسب میکنند. ریتینگ فیفا باری آخر 12 یونی سال 2025 بازنشر شد و در زینه اول منتخب زنان ایالات متحده آمریکا موقع گرفته است. امکانیت برای بازیگران کره شمالی و شارلوت فیلیپس در نوبت اول ضربه حریف را برگرداند، ولی در کوشش دوم از دستش کار نآمد. در این وضعیت بازیگر شماره 17 به زدن گل موفق گردید. کیم کیانگ یون حمله‌ور مؤلف گل شد. معلش برافو در دقیقه 14 نیروسنجی بعد تلاش‌های پیوسته بازیگران کره شمالی موفق می‌گردند که خطی دروازه حریف را رخ نکنند. ببینید که در نوبت اول شارلوت فیلیپس با پای خش ضربه زده حریف را برگرداند، ولی در نوبت دوم کیم کیانگ یون با یک رسش نه چندان سخت توپ را به دروازه وارد کرد. امروز از هر جهت واخوری برای بانوان فلسطینی خیلی مشکل خواهد شد. دیگر باره در مرکز میدان فوتبالبازان فلسطینی توپ را از دست دادند. داليا روح على النادي وراكي رانيا اینجا همدیگر فهمی خوب نبود با اشتراک بازیگران کوریایی يلا نمشي شوي و شارلوت فیلیپس توپ را با نظارت خش میگیرد. يلا شارلوت يلا از قطعه آسیا به قطار 10 تیم بهترین منتخب زنانه کره شمالی و ژاپن شامل می شوند. فعلا یکچین زنانه ژاپن در ریتینگ فیفا مقام هفتم را صاحب است و آنها در حساب خش 1982 و 151 امتیاز دارند. نادين كمان هلا نايومي هلا وان داليا تلاش فوتبالبازان فلسطینی بهری به هجوم گذاشتن به نتیجه است. هنگامی که بازیگران فلسطینی توپ را صاحب میشوند زود حریف پرسینگ شدید را به کار میبرد و در نتیجه فوتبالبازان کره شمالی توپ را با نظارت خش برمیگردانند. در این وضعیت طور میبینیم مقابلی حمله ور قاعده بازی بران گردید ان چین هانگ. ترجعوش كثير لورا ترجعوش كثير يا سيرين ترجعوش كثير لورا مع الحيطه وقفوا الاصل مع الحيطه يكون وضعیت استانداردی به میان می آید. ماشي على 18 ايوه بانوان کره شمالی از لحاظ با وجود آوردن وضعیت های استانداردی نیز خیلی فعالند و از این امکانیت ها ثمرناک استفاده میبرند. واحد يجوا كمان واحد عشان ينتبه للرمحي ریحک فوتبالباز شماره 10 در نزد توپ موقع گرفته است. به احتمال زیاد محض او ضربه را اجرا خواهد کرد. انتبهوا تداشته که داور نیز بلند گردید. ضربه ریحک و راست جانبی دستان دروازه‌بان شارلوت فیلیپس. در واخوری بر مقابل مالایزیا شارلوت فیلیپس دروازه‌بان یکچین فلسطین چند فرصت های خطرناک را برطرف کرده بود، ولی در دقیقه 86 بخت برویش نخندیده بود، چون که آنجا بازیگر مالایزیا
یگانه گل تیمش را تسلیم توری حریف کرده بود. خیلی نزدیک بودند که در آن رقابت بانوان فلسطین به نتیجه مساوی دست یابند. دیگر باره به ضربه کنجی اشاره کرده می شود. این باری سیوم است که طرف نیمه اول به فوده بازیگرانی کره شمالی ضربه کنجی تعیین کرده می شود. دیگر باره میان فوتبال بازانی هر دو دسته تنش های لفظی به میان می آید. داور باشد آخرین آگاهی شفایی را داد و با دستش اشاره کرد که اگر بار دیگر به همین حالت رخ بدهند حتما به آنها کارت زرد نشان می دهد. ضربه از مسافه دور ولی صدگذاری از جانب فوتبال بازی فلسطینی خیلی خوب گذاشته شد. اینجا امکان دارند که بانوان یکچین فلسطین به عکس الهجوم فرار کنند ولی یک پس نادرست از جانب نور یوسف باعث بر آن گردید که هجوم این منتخب قطع گردد. در برابر نتیجه های قابل توجه در چمپیونات آسیا یکچین زنانه کره شمالی در دیگر مسابقه ها نیز دستاوردهای قابل توجه نشان می‌دهد. از جمله در بازی های آسیایی بانوان این منتخب 3 مرتبه غالب شدند در سالهای 2002، 2006 و 2014. بعدا در سالهای 1998، 2010 و 2022 در فینال بازی های آسیایی مغلوب گردیده با نشان های نقره قدردانی گردیدند و یگانه نشانی برنجی منتخب زنانه کره شمالی در بازی های آسیایی سال 1990 به قید گرفته شده است. در جام جهان نیز یکچین کره شمالی اشتراک کرده است 4 دفعه. مراتب اول سال 1993 و آنجا در مرحله گروهی به هنرنمایی خود حسنی انجام بخشیده بودند. بعدا در سال 2003 نیز یکچین بانوان کره شمالی در موندیال اشتراک کرده بود و تا به مرحله 4 یک نهایی رفته بودند. معذرت در سال 2007 بانوان کره شمالی در چمپیونات جهان تا به دوره 4 یک نهایی راه یافته بودند. آخرین مرتبه سال 2011 در چمپیونات جهانی زنان یکچین کره شمالی اشتراک کرد و از مرحله گروهی به پلی آف راه گرفتن نتوانستند. در جمع 4 دفعه این منتخب در قهرمانی جهان اشتراک کرده است. از سال 2011 این جانب یکچین بانوان کره شمالی با سبب تحریم ها نمیتواند که در قهرمانی جهان اشتراک نماید. یک ضربه بسیار هم سخت از جانب کیم کیونگ یانگ علی خطا رفت. بدون کارکرد نمودن توپ ضربه زد. حمله ور تحت شماره 17 کیم کیونگ یان و طور دیدیم ضربه اجرا کرده او چندان دقیق نبود. دوباره نوبتی فوتبال بازان کره شمالی توسط کنار راست ارسال توپ نیز خیلی بلند اجرا کرده شد از کنار مقابل. انجین برای قبول نمودن پس هم دستش تلاش کرد و آوت کار کرد. برافو دینا، برافو دینا، برافو دینا. هنگامی که کره شمالی به هجوم می‌گذارد در خط دفاعی فلسطین 6 و حتی در بعضی حالت 7 بازیگر نیز پیدا می شود، چون که فوتبال بازان کوریایی با تمام امکانیت‌های خویش به خط هجوم توجه میکنند و در برابر این همه تلاش امکانیت‌های خوبی گلزنی را نیز سازمان میدهند.
خوب دروازه‌بان فلسطینی شارلوت فیلیپس از رونی پای چپ خش جراحت گرفت. دیگر بار طبیبانی منتخب فلسطین مجبور میشوند که جهتی رسانیدن یوری اولیه طبی به میدان حاضر شوند. در همین وضعیت شارلوت فیلیپس آسیب گرفته است. بر مقابلش یگان کس نیز مبارزه نبرد. آزاد توپ را به نظارت خویش گرفت. داوری مرکز برای آبنوشی 1 دقیقه وقت جدا میکند. باید بگیم که فعلا در پایتخت کشور شهر دوشنبه اندک هوا گرم است و فوتبال بازان اندک خسته نیز میگردند. دیگر بار گل زده کیم کیانگ یون به ما نشان داده می شود. فوتبال بازی مذکور ضمن اجرا کردن ضربه چندان سراسیمه نشد. در نوبت اول فوتبال بازی شماره 20 چای اونیون جانبی دروازه حریف ضربه زده بود. شارلوت فیلیپس از زمین برمیخیزد. دروازه‌بان منتخب فلسطین و وضعیتش خوب به نظر میرسد. هنرنمای بازیگران کره شمالی در قیاس به حریف از هر جهت فرق کننده است. هم از لحاظ بازیگزاری، هم از لحاظ تکنیک و بعدا از لحاظ سرعت برتری خیلی کلان دارند. در بیشتری مبارزه های انفرادی فوتبال بازان کره شمالی موفق می‌گردند. ولی باید اقرار شویم که تا این دم سایتر 80 دقیقه 25 یکچین فلسطین نیز در رقابت بر مقابل کره شمالی خیلی خوب دفاع کرده ایستاده است. آنها تا این دم همگی 1 گل به دروازه خود سر دادند. ویران شدن قاعده بازی به قید گرفته شد. داوری ازبک اشاره میکند که کاپیتان یکچین فلسطین سیرینگاتاس ضمن مبارزه برای به دست آوردن توپ با دست بازی کرده است. بله در این وضعیت بر علا احساس می‌گردد که سیرینگاتاس با دست بازی کرده بود. وضعیت نوبتی استانداردی و طور می‌بینیم در نزد توپ ریحک با همراهی آنسانگ موقع گرفتند. از این نقطه دروازه حریف رو نشان گرفتند. خیلی موافق و مناسب نیز هست. دیوارچه دفاعی نیز سازمان داده شد با اشتراک بازیگران فلسطین جهتی برطرف کردن این حالت. همه چیز آماده است. صدای شده که داور بلند گردید. ضربه ریحک و گل! یکی از زیباترین گل های مرحله انتخابی جام آسیا به هدف رسانیده شد. از ضربه جریمه‌ای فوتبال بازی شماره 10 ریحک و زدن گل موفق گردید و نتیجه این بخوری 0-2 میگردد. در این وضعیت دروازه‌بان یکچین فلسطین شارلوت فیلیپس تنها تماشا کرد که توپ چگونه به دروازه‌اش وارد گردید. یگان حرکت انجام نداد. ضربه تابناک و همزمان ضربه خیلی قوی
شارلوت فیلیپس اشاره میکند که من دیگر چیکار کنم. نتیجه رقابت 0-2 شد و البته در قسم یکم بانوان کره شمالی با 2 گل قناعت کردنی نیستند. باری آخر قهرمانی آسیا بیننده های عزیز میان منتخب های زنانه سال 2022 برگزار گردیده بود که آنجا هندوستان از مسابقه مذکور میزبانی کرد. در فینال جمهوری مردمی چین با کره جنوبی مبارزه برد و بانوان کشور چین در دیدار نهایی با حساب 2-1 کره جنوبی را شکست داده نشانهای طلا و جام مسابقه را به دست آوردند. شوي نديد سلميش حالك برافو لوك نيومي امکانات نوتی برای بازیگران کره شمالی و حساب 0-3 میگردد. تا دقیقه 29 3 مرتبه به زدن گل دست یافتند و این نوبت بازیگر شماره 20 چای اونیون مؤلف گل گردید. بازیگر مذکور در رقابت بر مقابل تاجیکستان نیز مؤلف گل گردیده بود. به لحظه های تکراری این گل توجه خواهیم کرد. ارسال گل‌آور به نام میان یو جانگ ثبت می‌گردد چون که او در رقابت دوم با سر به همدستش پاس داد و طبع دیدم چای اونیون مؤلف گل گردید. این نوبت بازیگران فلسطین به قاعده ویرانکنی دست زدند. با وجود این همه قاعده ویرانکنی ها تا کنون داوری ازبک روزیه بونو یوسوپووا و یگان بازیگر کارت زرد نشان نداده است. پیوسته بازیگران فلسطین به ویران شدن قاعده بازی دست میزنند. ضربه جریمه بی است به نفع کره ها. ریحک در نزد توپ قرار گرفته است. یکی از بازیگران محوری یکچین کره شمالی. ترکیب آرای بسیار هم خوب. حالت نوبازی نیست و نتیجه رقابت در دقیقه 31 0-4 میگردد. همکنون بازیگر رقمی 7 میانگ یو جانگ با زدن گل شرفیاب میگردد. یکی از فلسفه منتخب بانوان کره شمالی این است که در نیمه یکم تا میتوانند به دروازه حریف گل میزنند و در قسمت دوم باشد بیشتر حساب رقابت را نگاه میدارند، یعنی برای زدن گل های من بعد تلاش نخواهند کرد. در این وضعیت فوتبال بازان فلسطین خواستند که افساید صنعی را با وجود دارند ولی تیرشان خاک خورد. رقابت مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین منتخب‌های زنانه در یک قطار گروه‌های دیگر نیز ادامه دارند. اینجا هجوم یکچین کره شمالی و قریب بود که گل پنجم خود را بازیگران این منتخب به قید می‌گرفتند. در گروه ای مسابقه تا کنون نیروسنجی ها آغاز نشدند
بعدا در گروه بی وخوری های دور سیوم علاقه جنبست گردید و هندوستان با دریافت 9 امتیاز زینه اول رو کسب میکند. تایلند نیز همین مقدار خال در حساب خود داشته مقام دوم را صاحب است. بعدا در گروه سی بنگلادش با 2 پیروزی 6 خال به دست آورده زینه اول را کسب نموده است. هجوم یکچینی کره شمالی ضربه از مسافه دور و شارلوت فیلیپس در این وضعیت موفق گردید که هجوم حریف را برطرف کند. در گروه دی رقابت های دور دوم دایر شدند. تایپی چین از نتیجه 2 رقابت 6 خال به دست آورد و در زینه اول است. در گروه ای باشد ویتنام پیشرفتی را صاحب است و بانوان کشور ویتنام 6 خال دارند. در گروه اف همسایه کشور ازبکستان با نپال برابر 3 امتیازی داشته زینه های یکم و دوم را به دست آوردند. در گروه جی باشد رقابت های دور دوم پشت سر گردید و فیلیپین با دریافت 6 خال صدرنشینی جدول به حساب می رود. بعدا در مورد گروه اچ نیز در ابتدای گزارش ما گفته گذاشتیم که کره شمالی پیشرفت می باشد. شارلوت فیلیپس از موقع خود بیرون آمد. دروازه‌بان یکچینی فلسطین هجومی بازیگران کره ایدامه خواهد کرد توسط کنار چپ. گزارشی بسیار هم خوب بود از جانبی هانگ سانگ ولی در ادامه نتوانست که همون توپ رو در میدان نگاه دارد. تعالوا 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 يلا يلا دیگر باره داور برای آبنوشی فوتبال بازانی هر دو تیم اندک وقت جدا میکند. بار دیگر یادآور میشوم که فعلا در پایتخت کشور شهر دوشنبه 35 درجه هوا گرم است و به رفت هنرنمایی فوتبال بازانی هر دو دسته اندک تاثیر منفی خود را میگذارد که آنها خیلی زود خسته میشوند. دیگر باره گل های زده بازیگران کره شمالی با ما نشان داده می شود. این هم گل زده ریحک بود از ضربه جریمه که اونجا نتیجه رقابت رو 3-0 کرده بود. فعلا قهرمانی آسیا بین منتخب‌های زنانه جمهوری مردمی چین می باشد که آنها سال 2022 عنوان قهرمانی را مال خویش کردند و در عموم تا این دم 20 مرتبه جام آسیا بین یکچین‌های زنانه برگزار گردیده است. از همه دسته که در قهرمانی آسیا پیروز گشته است این جمهوری مردمی چین می باشد که 9 دفعه توانستند که در جام آسیا پیروز شوند. بعد جمهوری مردمی چین کره شمالی مقام دوم را کسب میکند. بانوان کره شمالی 3 مرتبه قهرمان گشتند. تایپی چین نیز 3 مرتبه در قهرمانی آسیا پیروز گشته است. ژاپن 2 دفعه. بعدا یکچین‌های استرالیا، تایلند و زلندیای نو 1 مرتبگی توانستند که در جام آسیا نشان‌های زرین را به دست آورند. منتخب بانوان فلسطین باشد چندان تاریخی کهن ندارد. سال 2003 یکچین بانوان این کشور تأسیس یافت و یگان دفعه
در مرحله نهایی جام آسیا این منتخب اشتراک نکرده است. میرال قسیس کارت زرد گرفت، فوتبالباز یکچین فلسطین، چونکه او در وضعیت قبلی پایغجی دغل انجام داد. ببینید که برقصدانه از قفا به پای حریف زد و در نتیجه او را از پای زده افتاد. میرال قسیس نخستین بازیگر شد که در هفته رقابت امروزه از جانب داور مرکز مجازات گردید. در این گونه وضعیت ها داوران کارت سرخ نیز نشان میدهند، چون که بازیگر برقصدانه به ویران شدن قاعده بازی دست میزنند. ضربه جریمه است به فایده بازیگران کره شمالی. باز هم ریحک با همراهی هانگ سانگ برای ایجاد کردن توپ موقع گرفتن. دقیقه های آخری وقت اساسی نیمه یکم. باز هم نوفهمی است. زود با اشتراک بازیگران هر دو منتخب تنش های لفظی، نوفهمی ها با وجود می آید. باز هم داور مرکز آگاهی شفاهی داد. اما اکنون اجازه داده می شود ارسال ریحک به داخل جریمه گاه. ضربه نوبتی و اینجا صدگذاری از جانب سرکار خیلی عالی بود. بازیگر شماره 3 با یک حرکتش همون مسیر حرکتی توپ رو دیگر کرد. تلاش بازیگران کره شمالی و یک فوتبالبازی فلسطینی در زمین خوابیده است. 5 دقیقه دیگر موند تا پایان وقت اساسی نیمه یکم. حساب باشد 0-4 است. نور یوسف حملگری یکچین فلسطین آسیب گرفت در همین وضعیت. دوره معلوم می‌گردد از کتف خویش جراحت برداشته است و دیگر باره ستاد دختران منتخب فلسطین مجبور میشوند که وارد رقابت گردند. در سال 2025 یکچین بانوان فلسطین جهت آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا یک قطار بازی‌های رفیقانه انجام دادند. از جمله ماه اپریل خود همین سال با یکچین لبنان 2 بازی رفیقانه برگزار نمودند. دیدار اول 1-1 جنبست گردیده بود و در واخور دوم دوستانه لبنان با حساب 2-1 فلسطین را شکست داد. بعدا در آخر ماه ایون انیقترش سنه 24 همسایه کشور ازبکستان با یکچین فلسطین یک بازی دوستانه دایر کرد و در آن رقابت همسایه کشور ما با نتیجه 4-0 مقابل فلسطین غلبه به دست آورد. آخرین پیروزی بانوان فلسطینی ماه نوامبر سال گذشته اتفاق افتاده است که آنها با نتیجه مینیمالی 1-0 مقابل عربستان سعودی در یک بازی دوستانه پیروز شده بودند. دیگر باره در مرکز میدان هجوم بازیگران کره شمالی براه مانده می شود. انجین
دو نفر مجبور میشوند که بر مقابلی او مبارزه برند، ولی ارسالی انجام دادهش به نقطه نهایی رفتن نرسید. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 34 منتخب در 8 گروه برای دریافت 8 راحت میان هم مبارزه برده ایستادند. جام آسیا بین منتخب‌های زنانه سال آینده در کشور استرالیا برگزار می شود که آنجا 12 منتخب میان هم مبارزه خواهند بود. الکی 4 منتخب صاحب راحت شدند. استرالیا همچون میزبان در جام آسیا اشتراک میکند. بعداً جمهوری مردمی چین قهرمانی فعلی مسابقه، کره جنوبی برنده نشانهای نقره و ژاپن باشد برنده مقام سوم. امکان اشتراک در جام آسیا را به دست آوردند. 34 منتخب دیگر در 8 گروه برای دریافت 8 گذرنامه در مرحله انتخابی تلاش میکنند. در این برابر از 47 کشور عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا که منتخب‌های زنانه دارند، 9 تای آن از اشتراک در مرحله انتخابی دست کشید که آنها منتخب‌های سوریه، مکاو، افغانستان، کویت، قطر، جزیره های مریان شمالی، برونی، عمان و یمن. اینها از امکان اشتراک در مرحله انتخابی خودداری نمودند. دقیقه های به شمار باقی مانده است تا خاتمه وقت اساسی نیمه اول. یگان هجوم خوب را فوتبالبازان فلسطینی در نیمه اول براه ماندن نتوانستند. می توانیم با باوری کامل بگوییم که قسم اول پورا از همه جهت به فایده فوتبالبازان کره شمالی بود، هم از لحاظ دوره‌کنی توپ، هم از لحاظ تشکیل هجوم ها. بعداً ضربه های راست جانبی دروازه حریف و دیگر نشاندادها پیشرفتی نصیب بازیگران کوریایی بود که در برابر این همه فاولی به زدن 4 گل موفق گردیدند. قاعده ورانکنی ها در نیمه اول با اشتراک بازیگران هر دو دسته خیلی زیاد بود. چهار دقیقه به وقت اساسی قسم اول ضم کرده شد. البته در فرصت و فاصله 4 دقیقه تغییر دادن حساب امکان پذیر است. اشاره می شود که اثر نو باید از ضربه کنجی توپ به بازی وارد گردد. هانگ سانگ پرتاب نوتی باز هم ضربه کنجی به میان می آید. ارسال نوتی تو به داخل جریمه‌گاه. در قبط دوم فوتبالبازان کره شمالی بیشتر موفقند. این وقت دفاعگر مجبور شد که توپ را زده از میدان بیرون کند. فرصت نوتی برای بازیگران کره شمالی و حساب رقابت 5-0 می گردد. در نیمه اول کیم یانگ مؤلف دوبل گردید. بازیگر شماره 17 و او 2 مرتبه موفق گردید که به دروازه فلسطین گل بزند. حالت نوبازی عموما نبود. یک بار از 3 فوتبال بازی کره شمالی آماده بودند که ضربه اجرا کنند، ولی
کیم کیانگ یون اولین شده به توپ رسید و ضربه زدهش وارد دروازه نیز گردید. ببینید که در خط حمله کره شمالی 4 فوتبال باز برآمد کرده ایستاده است. یعنی آنها خیلی خوب درک میکنند که بخوری مذکور پر به فایده آنها جریان دارد. بازی هجومکار را به معرض تماشا گذاشته ایستادند. هجوم های پیوسته فایزی زیادی توپ دوره کنیم و البته این همه نتیجه خیلی خوب به بار آورده ایستاده است. فرصت نوبتی و حساب 6-0 میگردد. بازیگران فلسطینی نمیتوانند که در رقابت بر مقابل کره شمالی چگونه هنرنمایی کنند که و در روزشان گل کمتر سر بدهند. اما اکنون بازیگری رقمی 7 میانگ یون جانگ از زدن گل دست یافت و او نیز به نامش دوبل رو ثبت کرد. در همین وضعیت در مقابل میانگ یون جانگ کسی مبارزه بردن نتوانست. فوتبالبازی مذکور تا به آخر تلاش کرد و با سر توپ رو به دروازه وارد کرد. سروان یکچینی فلسطین کارت زرد میگیرد. سرینگت است به احتمال زیاد به خاطر خلل ایجاد کردن به کاری دوور. 4 دقیقه زمان مونده. دوور نیز به نیمه یکم پشت سر گردید. در نیمه اول قریب بود که بازیگران کره شمالی گل هفتم خود را به هدف میرساندند. اما اکنون قسم یکم رقابت منتخب‌های فلسطین و کره شمالی در دوره بازی‌های دوره اولی بازی‌های دوره دوم پشت سر گردید. در نیمه اول فوتبال بازیکن کوریایی به زدن 6 گل موفق می‌گردند. The halftime score is Palestine nil, Victoria Korea 6. برافو بنات معلش برافو معلش تحت لوك نيومي لوك نيومي اطلع سرين انتبه سرين انتبه صلاة صلاة صلاة
بیننده های عزیز، تماشابینان گرامی قدر، مخلصان و علاقمندان فوتبال، برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه. دیدار منتخب های بانوان فلسطین و کره شمالی در دایره نیروسنجی های دور دوم مرحله انتخابی جام آسیا 2026 جریان دارد و بعد انجام نیمه اول حساب خیلی بزرگ است. بانوان کوریایی با فرقیت 6 توپ در حساب پیشرفت می باشند و در نیمه دوم نخستین هجومی آنها نیز براه مانده شد که البته حریف توانست که آن را برطرف نماید. منتخب ها قسم دوم را بدون تغییرات شروع نمودند. اینجا توجه میکنیم با هجوم نوبتی کره شمالی حالت نوبازی هست. اینجا داور اشاره میکند که دفاعگر کره شمالی ریم یونگوم در حالت نوبازی قرار گرفته است. بله، طور در نورهای تکراری مشاهده می شود. فوتبال بازی مذکور پیشتر از دفاعگران منتخبی فلسطین موقع گرفته بود. خوب، بیاید به معرفی هیئت میگذاریم. در خط دروازه فلسطین رقم 23 شارلوت فیلیپس برآمد دارد. فوتبال بازان این دسته رقم 3 سارا کورت، 4 سرینگتاس، 7 دینا عبدین، 9 ناومی فیلیپس، 10 نور یوسف، 12 دالیا اسد حلیم، 13 میرال قسیس، 17 ندین محمد، 19 دیما الرومهی، 21 رینا اوسوریو. سرمربی یکچینی بانوان فلسطین این احمد شرف می باشد. خوب، هیئت کره شمالی در نیمه دوم به تبریز است. دروازه‌بان رقم 1 پاک جوم می، فوتبال بازان خط دفاع رقم 2 ریمیون گوم، 5 ان کوک خیانگ، همچنین فوتبال باز شماره 7 میون یو جانگ و بازیگر شماره 10 ریحک. در خط نیم حمایه تکیه‌گاهی رقم 11 جین هانگ، 12 هانگ سانگ، 14 خوانگ یو یون و بازیگر شماره 17 کیم کیونگ یون. در خط حمله رقم 20 چای اونیون و بازیگر شماره 23 ری خک گیونگ بازی خواهند کرد. سرمربی دسته باشد این ری سانگ ها می باشد. رقابت مذکور داوران از همسایه کشور ازبکستان حکمی دارند. داور مرکز روزیه بونو یوسف پاوا می باشد. یاردمچیانی او از دو کنار سریدا کریستینا و کریستینا برسنیووا می باشند. داور چهارم باشد گلشوده سیدقلوف است. بعدا کمیسر این رقابت دینا سمی سلامه از شاهیگری اردون است. شارح این رقابت باشد من دولت خطیب زاده هستم. با مانند نیمه اول در قسم دوم نیز کره شمالی تشبث و تردد را در دست خود دارد. از همه جهت آنها فعال هستند. در نیمه یکم نیز عیناً چنین بود. پیوسته فشار می آوردند، پیوسته هجوم می کردند و بالاخره با زدن 6 گل دست یافتند. در قسم اول بانوان فلسطین یگان هجوم را حتی نتوانستند که بر مقابل حریف براه مانند.
دسته مذکور پورا در خط دفاع می نشست و کوشش میکرد که هجوم های رقیب رو برطرف کند. اینجا قاعده بازی ویران کرده شد. سروان فلسطینی ها سرینگته است بر مقابل حریف به قاعده ویران کننده است. او در نیمه اول یک کارت زرد گرفت و در ادامه رقابت او را ضرور است که احتیاط کارانه بازی کند، چون که در صورت بار دوم با کارت زرد مجازات شدن حتما برگه سرخ گرفته میدان به در خواهد شد. تا دروازه چندان مسافت دور نیست. اگر شما نیمه اول را تماشا کرده باشید، همین بازیگری که در نزد توپ موقع گرفته است ریحک از ضربه جریمه‌ای یک گلی خیلی زیبایی رو به هدف رسانده بود و همکنون در ابتدای نیمه دوم عیناً چنین وضعیت باز هم برای او به میان می آید. باز هم نوفهمی ها، باز هم تنش‌های لفظی با اشتراک فوتبالبازان هر دو دسته به میان آمد. ارسالی ریحک و اینجا ضربه‌ای که اجرا کرده شد پهلوتر از دروازه از میدان بیرون می شود. رقابت دیگری گروه H با اشتراک منتخب‌های تاجیکستان و مالایزیا خودی همین روز برگزار می شود ساعت 22 به وقت دوشنبه و آن روسنجی نیز در همین ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه دایر می گردد. انتظار می رفت که در ابتدای نیمه دوم سرمربی یکچینی فلسطین احمد شرف در حیاتی خش شاید تغییرات رو به میان آورد، ولی او از عوض نمودن بازیگران خودداری کرد. اگر ما به حیاتی ذخیروی یکچینی فلسطین توجه کنیم، البته بازیگران هستند ولی فکر نمی کنم که با آمدن آنها به میدان رفتی هنرنمایی این تیم دیگرگون شود. این نوبت اوت با فایده بازیگران کره شمالی است. دفاعگر ریم یونگ گوم از اوت توپ را با بازی وارد کرد. همکنون اشاره می شود که باید شارلوت فیلیپس دروازه‌بان فلسطینی باید از نزد دروازه‌اش توپ را با بازی وارد نماید. اینجا فوتبالبازان ذخیروی کره شمالی برای به میدان آمدن آمادگی میگیرند. چند پس دو فوتبالباز یک باره از هیئت این منتخب عوض خواهد شد. هجوم دسته کره شمالی توپ از میدان بیرون نشده است. تلاشی انجین فوتبالبازی مذکور در احاطه 3 نفر پاس میدهد به همدستش. همکنون توپ به سراغ نوانیق رفت. تلاش بازیگران کره شمالی در آغاز قسم دوم چندان خوب براه ماندن نشده است. اینجا حمله‌وران وارد رقابت خواهند شد. یکی فوتبال بازی شماره 9 و دیگری بازیگر شماره 21. نه معذرت، بازیگر شماره 22. این زمان منتخب 17 ساله و یکچینی تو 20 ساله بانوان کره شمالی یکی از بهترین ها در جهان اعتراف می شوند. منتخب جوانان تو 17 ساله و تو 20 ساله کره شمالی دو دفعه‌ای در چمپیونات جهانی بانوان قهرمان شدند. اینجا ویران شدن قاعده بازی در نیمه میدان به اعتبار گرفته می شود.
کاپیتان سرینگاتاس در زمین خوابیده است. فوتبال بازی شماره 10 ریحک از میدان گرفته می شود، به جای او کیم سونگ گیونگ. فوتبال بازی شماره 9 وارد رقابت گردید، همچنین به جای بازیگری شماره 17 کیم کیونگ یانگ بازیگری رقمی 22 کیم های یانگ وارد رقابت گردید. تغییراتی سیومی که در حیات یکاچینی کره شمالی انجام داده شد، این به میدان آمدن کیم های یانگ بود. دو تغییرات انجام داده شد، نه اینکه سه تغییرات. همون بازیگرانی که در نیمه اول در خط هجومی کره شمالی خیلی خوب بازی کردند، سرمربی دسته آنها رو گرفت، یعنی برای بازی دور سوم آنها رو اندکی استراحت می‌دهد. هم ریحک و همچنین کیم کیونگ یانگ در قسم یکم با زدن گل دست یافتند. ریحک مؤلف یک گل گردید و کیم کیونگ یانگ باشد با زدن 2 گل موفق گردیده بود. میانگوم پسیو با مرکز میدان البته در هفته رقابت امروزه فوتبال بازان کره شمالی با زدن 6 گل قناعت نخواهند کرد. ارسال نوبتی توپ خیلی بلند اجرا گردید و همدستش ضمن اجرا کردن ضربه اندک به سراسیمگی راه داد. باز هم فوتبال بازان فلسطین مجبور می شوند که با قاعده تیزی توپ رو به نظارت خش برگردانند. چای اونیونگ از کناری راست توپ رو به داخل جریمه‌گاه روان کرده بود، ولی همدستش به توپ رسیدن نتوانست. گزارش خیلی هم خوب، تکنیکی والا دارد حمله‌ور یکاچینی کره شمالی، از 3 نفر فرار کرد و سیفی عالی شارلوت فیلیپس دروازه‌بان یکاچینی فلسطین دروازه خود را از گل هفتم نجات داد. دفاعگران منتخب فلسطین به حریف امکانیت میدهند که آنها همون موقعیت‌های خالی را استفاده ببرند. بازیگری نوبتی از این منتخب حسه برداشته است و ببینید که در وضعیت قبلی فوتبال بازی شماره 12 آنگ سون آک با تکیه به همون هنر و مهارت انفرادی خش 3 بازیگر رو فریب داد تا به نزدیکی دروازه حریف آمد و بعداً به هم دسته هایش پاس داد. اینجا ضربه کنجی است. در قسم اول نیز فرصت های خیلی زیاد داشتند فوتبال بازان کره هم از لحاظ ضربه های کنجی بانوان فلسطینی باشد تا این دم یگان ضربه کنجی کار نکردند. امکانیتی بسیار هم خوب و در این وضعیت خود گل یا به اصطلاح هفته گل به اعتبار گرفته می شود. فوتبالباز فلسطینی خواست که توپ را زده از نزد دروازه‌اش دور کند ولی اشتباه کرد. سر کارت دفاعگر تحت شماره 3. ببینید که اینجا خواست که با سر توپ را زده از نزد دروازه‌اش دورتر کند ولی البته اشتباهاً به این وضعیت راه داد. نتیجه واخوری 0-7 می گردد.
ادامه رقابت برای بازیگران فلسطینی بسیار هم مشکل تر خواهد شد، چون که آنها برای از بین بردن فرقیتی 7 توپ در مقابل حریف کوشش خواهند کرد که البته به این نتیجه دست یافتن آنها باور نکردنی است. البته منتخب های مالایزیا و کره فلسطین و تاجیکستان برای آنها اندک مشکل افتاد. در گروه با کره شمالی یک جا جایگیر شدند، چون که کره شمالی هیئتی خیلی هم پرقوه دارد و در قطعه آسیا هنرنماییش خیلی خوب است. در برابر ژاپن، جمهوری مردمی چین، کره جنوبی و استرالیا، کره شمالی نیز به قطار تیم‌های پرقوت زنانه قطعه آسیا شامل می‌گردد و پیوسته در مسابقه‌های سطح بین المللی جلوی هنر می‌کند. مراتب آخرین بانوان کره شمالی در جام آسیا سال 2008 غالب گردیده بودند. آنجا قسم نهایی جام آسیا در ویتنام صورت گرفته بود. منتخب کره شمالی تا به فینال برآمد و در رقابت نهایی با حساب 2-1 جمهوری مردمی چین را شکست داد. برای به دست آوردن مقام های سوم یکچین های ژاپن و استرالیا نیرو سنجیده بودند و ژاپن با حساب 3-0 مقابل استرالیا غلبه کرده بود. دیگر باره بازیگران کره شمالی به خط حمله توجه میکنند. چای یونگ پسیو به کنار راست، این وضعیت برطرف گردید. یکی از هنرنمایی خیلی هم خوبی بازیگران کره شمالی این است که تا آخرین لحظه با یکدیگر پاس داده به خط هجوم میروند، یعنی یگان بازیگر تصمیم نمیگیرد که از مسافه دور جانب دروازه حریف ضربه بزند. نتیجه رقابت 0-8 گردید و بازیگر شماره 7 میونگ یو جونگ مؤلف خطری گردید. Goal for DPR Korea. Player number 7. Goalie career بازیگر رقم 7 میونگ یو جونگ. بله، بازیگری مذکور در نیمه اول با زدن 2 گل موفق گردیده بود. در این وضعیت حالت نوبازی یا خود افساید نیست و طور دیده میون یو جونگ توپ رو به دروازه شارلوت فیلیپس وارد کرد. در بازی بر مقابل تاجیکستان فوتبال بازان کره شمالی 10 گل زدند و در این رقابت تا دقیقه 63 مؤلف 8 گل شدند. در جمع یکچین بانوان کره شمالی در قسم نهایی جام آسیا 2026 تا این دم مؤلف 18 گل گردیده است که تاکنون یگان منتخب با چنین نتیجه دست نیافته است. اینجا یک از هجوم‌های نخستین یکچین فلسطین در نیمه دوم میتوانست که تشکیل گردد، ولی دفاعگران کره شمالی سری وقت این حالت را برطرف نمودند. از سال 2010 این جانب یکچین بانوان کره شمالی
در جام آسیا اشتراک کردن نمیتواند. مراتبه اخیر آنها سال 2010 در جام آسیا برآمد کردند ولی در فینال مغلوب گشتند. دسته که آنها را در فینال سال 2010 مغلوب کرد کشور استرالیا می باشد که توسط سلسله ضربه های پنالتی با حساب 5-4 غالب گردیده بود. از سال 2010 این جانب در 3 جام آسیا یکچین بانوان کره شمالی با سبب‌های گوناگون از جمله تحریم‌های بین المللی نسبت این کشور شرکت کردن نتوانست و اکنون آنها امکان دارند که در قسم نهایی جام آسیا 2026 که در استرالیا سال می آمد دایر می‌گردد اشتراک نمایند. این هم بازیگران ذخیروی یکچین فلسطین هستند که سرمربی منتخب احمد شرف با آنها علاهیده صحبت دارد. به احتمال زیاد در ادامه واخوری محض همون بازیگران وارد رقابت خواهند شد. خیلی زیاد در رقابت امروز فوتبال بازان فلسطینی جراحت برداشتند. در نیمه اول نیز بارها آسیبگیری فوتبال بازان بود و در قسم دوم نیز عیناً چنین صحنه ها تکرار می شود. این هم گلی زده سر کارت می باشد. دفاعگر یکچین فلسطین که توپ را به دروازه خودش وارد کرد. تاکنون در مرحله انتخابی جام آسیا یکچین فلسطین به زدن گل موفق نگردیده است. دوره گفتیم در بازی دوره اول از مالایزیا با نتیجه مینیمالی 1-0 ناکام شده بودند. با احتمال زیاد تغییرات در هیئت یکچین فلسطین به میان می آید. فوتبال باز این منتخب دالیا اسد حلیم، نه این دیما الرومهی بوده است. فوتبال باز شماره 19 بنابر سبب جراحت برداشتنش با یاری طبیبان میدان را ترک میکند. بازیگر مذکور در قسم اول نیز جراحت برداشت ولی آسیب‌های گرفته‌اش چندان جدی نبودند. او رقابت را ادامه داد و دوره می‌بینیم در دقیقه 67 مجبور می‌شود که میدان را ترک نماید. یک باره 3 بازیگر از هیئت ذخیروی یکچین فلسطین برای به میدان آمدن آمادگی می‌گیرند. فوتبال بازی نوبتی از هیئت یکچین فلسطین جراحت میگیرد. نوبت فوتبال بازی رقمی 7 دین عبدین در مرکز میدان جراحت برداشت. در احاطه 2 نفر برای به دست آوردن توپ مبارزه برد و در نتیجه از پای افتید. بدون نتیجه کوشش بازیگران فلسطین به انجام رسید. یک باره 3 تن از بازیگر کره شمالی به هجوم جوابی میگذارند. الکی دفاعگران فلسطینی نیز به موقعهای خود برگشتند. طریق کنار چپ هجوم یکچین کره شمالی به راه مانده می شود. هانچین هانگ
اندک صورت این هجوم کاهش یافت. همکنون توپ را از دست دادن. ببینید که یکی از بازیگران کلیدی کره شمالی حمله‌ور تحت شماره 20 چای اونیونگ بعد یک پایگچ توپ را به نظارت دستش برگرداند. کلی فوتبال بازان یکچین کره شمالی در دسته های کشور خیش برآمد میکنند. یعنی یگان فوتبال بازی این منتخب به لیگیونر دانسته نمی شود. هایده بازی را ویران کرد هجومگری کره شمالی هونگ سونگ آک. اینجا فوتبال بازی شماره 19 دیم الرومهی از میدان گرفته می شود. به جای او بازیگری شماره 15 ملک برکت وارد رقابت گردید. اینچنین فوتبال بازی شماره 8 ترک میدان میکند. نه اینجا دو بارنده که به اشتباه راه داد. بازیگر شماره 8 در حیاتی ذخیروی است. میرال قسیس بازیگر رقم 13 از میدان گرفته می شود. به جای او نرین ابو اصفر وارد رقابت شد. همزمان بازیگر شماره 7 از میدان گرفته می شود. دین عبدین به جای الرومهی بازیگر شماره 15 ملک برکت وارد رقابت گردید. همکنون فلورنیس سبات نیم حمایتگر تحت شماره 8 به بازی وارد گردید. یک باره سه فوتبال باز از هیئت منتخبی فلسطین عوض کرده شد. در ادامه نیروسنجی سرمربی این دسته می تواند که دو بازیگر دیگر را به بازی وارد نماید. از قرار برآورده دو بار فوتبال بازان کره شمالی کلا ناراضی اند. حتی اعتراض نیز کردند. در هفته رقابت امروزه بازیگران فلسطینی کوشش میکنند که حداقل به دروازه حریف یک گل شرم شکن به ثمر رسانند. سرکارت دفاعگر کناری یکچین فلسطین به اشتباه راه داد. ارسال توپ به خط حمله این هم از نمره کمترین کوشش های بازیگران فلسطین در هفته رقابت امروزه بود که نتیجه دلخواه را به بار آوردن نتوانست. کمتر از 20 دقیقه دیگر وقت هست تا انجام وقت اساسی نیمه دوم. هجوم نوبتی کره شمالی و این هم ضربه که بیرون از جریمه‌گاه اجرا گردید خطا رفت. بازیگر که از حیاط ذخیروی وارد رقابت گردید کیم هییون ضربه را اجرا کرد. منتخب فلسطین بار هم در قسم نهایی جام آسیا برآمد نکرده است. دسته مذکور پیوسته در مرحله انتخابی اشتراک میکند و تاکنون به نتیجه دلخواه دست نیافته است.
طوری گفتیم منتخب بانوان فلسطین سال 2003 تأسیس یافته است و عین زمان در ریتینگ فیفا مقام 134 رو کسب میکند که البته این نتیجه خیلی هم بد است. گزارش بسیار هم خوب با اشتراک حمله‌ور یکچینی کره شمالی بود، ولی در ادامه فوتبالبازان فلسطین با او خلل ایجاد کردند. نور یوسف سر وقت پس هم دستش را نتوانست که قبول کند. امکانیت ادامه دادن حمله هست. اینجا یک فوتبالباز کره شمالی از پای افتید ولی داور عموما به این وضعیت توجه نکرد. ارسال توپ به مرکز جریمه‌گاه و ریمیان گوم توپ را در میدان نگاه داشته توانست. هجوم کره شمالی تا به آخر ادامه خواهد کرد. از کنار مقابل وانگیو ضربه اجرا کرد ولی بعد صدگذاری از جانب دفاعگران فلسطینی توپ از میدان بیرون شد. زود با بازیگذاری از ضربه کنجی فوتبالبازان کره شمالی توپ را با بازی وارد نمودند و ضربه که اجرا گردید با سراغ نوانیق رفت. اینجا تغییرات نوبتی انجام داده می شود در هیئت کره شمالی. این وضعیت اندکی شبهناک بود چون که فوتبالباز کره شمالی از ضمن ادامه دادن حمله از پای افتید. داور مرکز باشد روزی بانو یوسف و با آن حالت توجه نکرد. باز هم برای آبنوشی فوتبالبازان هر دو تیم 1 دقیقه وقت جدا کرده می شود. در نیمه اول نیز عیناً چنین حالت به میان آمده بود. طوری گفتیم با سبب گرم بودن وضع باد و هوا در شهر دوشنبه برای آبنوشی هر دو دسته داور هم در نیمه یکم و هم در قسم دوم وقت جدا میکند. نخست تغییرات ها در هیئت یکچینی فلسطین به میان می آید. فوتبالبازی شماره تغییرات ها در هیئت یکچینی کره شمالی نخست انجام داده شد. بازیگر شماره 5 انکوک هینگ میدان را ترک نمود و به جای او فوتبالبازی شماره 3 جاکوک هوا وارد رقابت گردید. از هیئت فلسطین باشد فوتبالبازی رقم 10 نور یوسف از میدان گرفته شد. به جایش فوتبالبازی شماره 11 حمله‌ور علا سروی وارد رقابت گردید. این تغییرات وابسته به موقع بود، یعنی به جای حمله‌ور وارد رقابت گردید. همچنین بازیگر شماره 20 از هیئت کره شمالی میدان را ترک نموده است. چای اون یون و فوتبالبازی شماره 8 پاک سونگ گیون در موقع او به بازی وارد کرده شد. ضربه کنجی است. در آخرین وضعیت توپ بعد رسیدش به پای بازیگر فلسطین بعدا از میدان بیرون شد. باز هم با بازیگذاری از ضربه کنجی توپ رو با بازی وارد نمودند. در رقابت امروزه در بیشتر وضعیت ها از حالت های استانداردی فوتبالبازان کره شمالی با بازیگذاری استفاده بردند. هجوم رقیب پورا برطرف نشده است. ضربه نوبتی از مسافه دور اجرا گردید جاکوک هوا
فوتبالبازی که چند پیش شخصیتی ذخیروی وارد رقابت گردید ضربه را اجرا نمود. در واخور امروزه فوتبالبازان فلسطین نتوانستند که حداقل یک ضربه جانبی دروازه حریف روان کنند. از دقیقه اول تا دقیقه 82 این منتخب پورا عقب نشینی کرده ایستاده است. در برابر این همه عقب نشینی و دفاع کردن از هجوم‌های رقیب، بازیگران فلسطین به دروازه خود 8 گل سر دادند. 2 گل دیگر بازیگران کره شمالی را ضرور است که نتیجه واخوری دور اول را تکرار کنند. یاکوک 6 نفره در خط دفاع موقع میگیرند بازیگران فلسطین. گزارش نوبتی فوتبالباز کره شمالی و ضربه کنجی کار کرد. هر یک بازیگر کره شمالی از لحاظ سرعت و تکنیک در قیاس با بازیگران فلسطین فرق کننده هستند. کیمسون بازیگر تحت رقم 9 در نزد توپ است. کیم سونگ یونگ ارسالی او به داخل جریمه‌گاه. هجوم رقیب رفت گردید. همکنون دهه آخری وقت اساسی واخوری منتخب‌های زنانه‌ای فلسطین و کره شمالی آغاز گردید. در قسم دوم بازیگران کره شمالی مؤلف 2 گل شدند. 6 گل در قسم یکم و 2 گل در نیمه دوم. اساساً یکی از تاکتیک های خاصی بانوان کره شمالی این است که در نیمه اول پیوسته به حریف فشار می آورند، فرصت های به عمل آمده رو به گل تبدیل داده، یعنی در نیمه یکم حساب رو خیلی بزرگ میکنند و در قسم دوم باشد بیشتر با اداره کردن توپ و تشکیل هجوم ها میگذارند. گزارش چا یونگ و شارلوت فیلیپس اولین شده توپ رو به دستان خود گرفت. تا این دم دروازه‌بان یکچین فلسطین به دروازه خود 9 گل سر داده است. 1 گل در بازی دور اول از یکچین مالزیا و در بازی دور دوم باشد از کره شمالی. تا دقیقه 83 8 دفعه توپ رو از دروازه‌اش بیرون برآورد. هانجین هانگ در کناری راست هجوم دستش رو ادامه خواهد داد. اینجا ضربه هم اجرا گردید از جانب میانگ یو، ولی سدگذاری نیست اونجا دیده میشد. ضربه نوبتی و خطا رفت. فوتبالباز شماره 4 از هیئت فلسطین میدان رو ترک میکند. کاپیتان سیرینگاتاس و در موقع او بازیگر شماره 5 سارا الشکشیر وارد رقابت میگردد. بعد برآمدنش سیرینگاتاس دستبندی کاپیتانی رو به هم دستش فوتبالباز شماره 2 معذرت بازیگر شماره 3 سر کارد میدهد. Substitution for Palestine. Player number 4.
این آخرین تغییرات در هیئت یکچین فلسطین بود. با جای دیفوگر وارد رقابت شد. سارا الشخشر بازیگری رقمی 5 با بازی وارد گردید. دقیقه های کمتر باقی مانده است تا انجام این رقابت. حساب خیلی بزرگ است. ببینید که با وجود 8 گل زدن یکچین کره شمالی با نهمان گلزنی خش خاتمه دادنی نیست. اینجا کارت زرد نشان داده شد و فوتبال بازی شماره 12 دالیا اسد حلیم. فوتبال بازی مذکور در انا همین حالت قاعده بازی رو ویران کرد. ضربه جریمه‌ای با فایده بازیگران کره شمالی. در نزد تو بازیگر شماره 9 کیم سانگ یونگ موقع گرفته است. اینجا داور پنالتی تعیین میکند. ویران شدن قاعده بازی در داخل جریمه‌گاه فلسطین به اعتبار گرفته شد. داوری ازبک باشد قرارش قطعی است و آن را عوض کردنی نیست. در کوشش اول معلوم نبود که واقعا قاعده بازی ویران شد یا اینکه نه. اینجا پایغه انجام داد بازیگر شماره 21 کارینا اوساریا. از زاویه های گوناگون کارگردان این حالت را پیشنهاد ما کرد و فکر میکنم واقعا هم فوتبال بازی فلسطین با ویران شدن قاعده بازی دست داده بود. اینجا فوتبال بازی یکچین فلسطین سر کارت اندک عملهای غیر قاعده نشان داد. داور مرکز از نشان دادن کارت زرد با او خودداری میکند. خوب ضربه جریمه‌ای 11 متر است. شارلوت فیلیپس امروز در خطی دروازه چندان خوب برآمد نکرد. اما اکنون کوشش میکند که دروازه خود را از گل نهم نجات بدهد. کیم سانگ یونگ ضربه جریمه‌ای 11 متر را اجرا خواهد کرد. کمتر از 3 دقیقه دیگر ماند تا پایان وقت اساسی قسم دوم. در هفته رقابت امروزه نوفهمی ها و اشتراک بازیگران هر دو تیم خیلی زیاد بود. اما اکنون اجازه داده شد برای اجرا کردن ضربه. کیم سانگ یونگ و ضربهش دقیق بود و کنجی بالایی دروازه را نشان گرفت. در رقابت امروزه مؤلفی پاکر گردید. Substitution for goal for Dikar Korea. Goalie Korea بازیکن رقمی 7. Player number 7. ببینید که ضربه زدهش خیلی قوی بود. کنجی بالایی دروازه را نشان گرفت. میانگ یو جانگ و به خطا ضربه زدهش به دروازه وارد گشت. ببینید که توپ را گرفته از زود به مرکز میدان میشتابد. یعنی کوشش میکند که باز گل نوبتی رو به دروازه حریف وارد کند. اینجا تغییرات نهایی در هیئت کره شمالی به میان آمد. دیفوگر تحت شماره 2 ری میانگوم میدان رو ترک نمود. به جایش فوتبال بازی شماره 15 جا پامی به میدان آمد. به جای دیفوگر نیم حمایتگر وارد رقابت گردید.
امروز یکاچین فلسطین خیلی بد بازی کرد، باید این چیز رو اقرار شویم. در قیاس با وخوری دور اول هنرنمایی فوتبال بازان این تیم خیلی و خیلی فرق کننده است. آنها در رقابت بر مقابل مالایزیا خیلی خوب بازی کرده بودند. پنالتی کار کردند، بعداً چند ضربه های مستقیم نیز با اشتراک فوتبال بازان فلسطین به قید گرفته شده بود، ولی در نیروسنجی که امروز بر مقابل کره شمالی انجام داده ایستادند هنرنماییشان به نهایت بد است. البته ما سببش را نیز در بالا یادآوری کردیم، چون که کره شمالی یک از منتخب‌های پرقوت در قاره آسیا و جهان اعتراف می شود. ضربه کنجی تعیین گردید، با بازیگزاری از این فرصت استفاده بردند، ولی دوبار بر رفتی هنرنمایی بازیگرانی کره شمالی خلل ایجاد کرد. نود دقیقه وقتی اساسی نیست پشت سر شد از جانب داوری ازبک. با وقتی اساسی قسم دوم چند دقیقه زم کرده می شود. البته در نیمه دوم چندان وقتی زیاد بر هدر نرفته بود، 4 دقیقه علاوه کرده شد. همکنون در پایان رقابت امروز توجه میکنیم به دیدار آخرین هر دو منتخب در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در دور سوم، انیخترش دور نهایی مرحله انتخابی کره شمالی با مالایزیا نیرو میسنجد. این وخوری روز 5 ایول ساعت 19 به وقت دوشنبه صورت میگیرد و با عنوان فلسطینی باشد در دور آخرین با همتایان خویش از تاجیکستان نیرو میسنجند که این وخوری روز 5 ایول ساعت 22 دایر میگردد و به همین ترتیب موفقیت منتخب ها در گروه H معلوم می شود. کدام دسته که در گروه مقامی اول رسایی میگردد پس با قسم نهایی جام آسیا 2026 که سال می آمد در کشور استرالیا برگزار میگردد رخصت خواهد گرفت. اگر در دور آخرین کره شمالی تواند که مالایزیا رو ناکام کند پس بدون باخت مرحله انتخابی رو پشت سر خواهد کرد. این زمان مالایزیا نیز در گروه H 3 امتیاز دارد. طبعا گفتیم آنها در دور اول فلسطین رو شکست دادند و امروز در دور دوم با تاجیکستان مبارزه میبرند. قاعده بازی ویران گردید و ضربه جریمه‌ای در این برابر کارت زرد نیز نشان داده شد به بازیگر شماره 15 ملک برکت. نیم حمایتگر به خاطر دغلانه ویران نمودن قاعده بازی برگه زرد گرفت. امروز داور ازبک به 3 تن از فوتبال بازی فلسطینی برگه زرد نشان داد. امکانیت به نهایت خوب است تا که بازیگران کره شمالی گل دهم خود را در رقابت امروزه به هدف رسانند. به احتمال زیاد این آخرین هجوم منتخب کره شمالی در رقابت امروزه است، چون که 4 دقیقه زمان نموده دوبار و وقتی اساسی نیمه دوم نیز در حال انجام یابی قرار دارد. به این وضعیت توجه میکنیم. صدایشتا که دوبار بلند گردید، ضربه کیمیونگ و حساب
10-0 میگردد و این نقطه نهایی در رقابت مذکور خواهد بود. کیم سونگ گیونگ گلی دهمین دسته‌اش را در رقابت امروزه به نامش ثبت کرد. در عموم در دو وخوری یکچینی بانوان کره شمالی به زدن 20 گل شرفیاب گردیدند. در بازی اول به دروازه تاجیکستان و در رقابت دوم باشد به دروازه فلسطین. چنین مقداری گل ها را به ثمر رسانیدند. بدون شک و تردید کره شمالی فاوریت اساسی برای به دست آوردن یگانه راهخط از گروه H به مرحله نهایی جام آسیا 2026 به حساب می رود. خوب، رقابت منتخب های فلسطین و کره شمالی در دایره بازی های دوره دومی مرحله انتخابی جام آسیا به انجام رسید. در یک رقابت بسیار هم پرگل بانوان کره شمالی با حساب 10-0 حریف را شکست داده از پیروزی دوم خویش استقبال گرفتند. در همینجا گزارش مستقیمی ما از ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه به انجام رسد. وخوری مذکور را براتون شرح و توضیح دادم. من دولت خطیب زاده با جمع همکاران تکنیکی و در پایان رقابت شما می توانید که فشرده این وخوری را تماشا کنید. خیر، تنسیت و خانه آباد و دوستدار فوتبال باقی بمانید. برافو بنات، معلش، برافو معلش. تحت لوك نايومي لوك نايومي. اطلع سيرين، انتبه سيرين، انتبه